پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته و پر افتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد و او نیز آن را همچنان پر افتخار و افراشته به دست جانشین خود خواهد داد. سال پایان سختی‌ها و دوری‌ها، سال به بار نشستن همدلی‌ها، سال نی بزرگ به جمهوری اسلامی، سال ایران. شاهزاده رضا پهلوی بهترین برگ برای تغییر رژیمه. چرا؟ اولا شیکه، اولا با این نسل یک مقدار هماهنگی داره. در 40 سال که هیچی، 50 سال گذشته من این همه عکس خاندان پهلوی رو ندیده بودم. هر جا نگاه میکنید عکسایی که اصلا معلوم نیست از کجا میاد، از کدوم آلبوم خانوادگی میاد. شما نگاه کنید مصاحبه های شاه با تمام خبرنگاران معتبر دنیا. اون روزا شاه هر چه میگفت الیت مخالف اون رو یا اون به اصطلاح کنفدراسیونیا توده یا همه مخالفین ناراضی اون رو تبدیل میکردن بر علیه شاه. اما نگاه کنید یک تیکه پخش میکنن میگن شاه به خبرنگار آلمانی گفت ما فردا به شما آسپرین هم خواهیم فروخت. این رو به نشانه گردن کلفتی شاه میذارن، قدرتی که داشت محمد رضا شاه. درسته؟ شما نگاه کنید مثلا با مایک والز بهش یاد میده که خلیج فارس، برو درس جغرافیا بخون خلیج فارس چی. یعنی یک تفکر دیگری، یک رنسانس فکری دیگری آمده. مردم اولین بار یک ملتی گذشتش رو صدا میکنه که در فردا زندگی کنه. این خیلی جالبه. This regime does not represent the soul of our nation. این رژیم روح ملت ما را نمایندگی نمی کند. میراثدار کوروش نیست و نماینده ایران آینده نخواهد بود. مردم ایران به پا خواستند، نه به درخواست کسی، که برای منافع ملی خودشان، که مبارزه برای آزادی در وجودشان جاری است. این نظام قابل دوام نیست، خودشون هم خوب میدونن اینو. باز میگم من نمیدونم که این اتفاق خواهد افتاد. امیدوارم زودتر که باقی مانده عمرمو بتونم واقعا به اون مملکت خدمت بکنم، ولی من حتما در ایران خواهم بود. یه امیدی تو دلمون هست که شاید بتونیم هممون به زودی برگردیم به ایران. همیهنان عزیز، در این لحظات سرنوشت‌ساز تاریخ کشورمان مهمترین مسئله استمرار، اتحاد و همبستگی و همصدایی است. این فرقه تبهکار اشغالگر را نهایتاً پایین خواهیم کشید و ایرانمان را پس خواهیم گرفت. دوباره می‌سازیمت وطن. میهنان عزیز، فقط میخواستم درود بفرستم به شهامت، شجاعت و فداکاری همیهنانمون در چارگوشه مملکت، از کشاورزان اصفهان، از بازاری‌های بانه و مریوان، از زنانی که اعتراض میکنن به حجاب اجباری و خیلی از شما که هفته‌ها و ماه‌هاست که برای احقاق حقوقتون مبارزه میکنید. بدانید که من حامی شما و پشتیبان شما هستم و آرزوی موفقیت و پیروزی برای همه شما دارم تا هرچی زودتر این حکومت ننگین رو زیر پا بکشیم و به فردای آزادی و روشنایی برسیم. درود بر همگی شما. I was often told that I would not get far in my campaign for my country. بودند کسانی که اغلب به من میگفتند شما در این مبارزه برای کشورت شانسی برای موفقیت نداری، چرا که نه پشتیبانی دولتی را دارید و نه حمایت مالی و نه حتی ارتشی. ولی اکنون
من لشکری دارم، لشکری فوق‌العاده از هم میهنان شجاعم. هیچ افتخاری بالاتر از زمانی که یونیفرم ملی کشورم را به تن کردم تا در کنار مردم ایران امروزم بایستم نیست و من تا پیروزی کنارشان خواهم ایستاد. اصلا به هیچ دولت خارجی نیازی نمیبینم که وارد مذاکره بشیم، چون صورت مسئله دولت‌های خارجی نیست. فاکتور تغییر و تصمیم گیر مردم ایران هستن. من روی سخنم همیشه و تنها به سوی مردم ایران بود و تنها حرفی که دارم به دول خارجی بزنم که میزنم، حالا میخواد آقای دونالد ترامپ باشه، پرزیدنت ماکرون فرانسه باشه، هر کسی دیگه، این است شاه جان، شما اگر بیاین و از خواست مردم ایران حمایت بکنین، هزینه برای ما مردم ایران در رسیدن به آزادی کمتر خواهد بود. حالا خود دانید نیازی به مذاکره نیست. ما بایستی خودمون تصمیم گیر باشیم. ما بعضی از این حالت که اگه رژیم بره چی خواهد شد و اگه اینجوری بشه دنیا چه خواهد کرد، انگار خودمون آدم نیستیم. بابا دست خودتونه. این شهامت، این جرأت، این استقامت، این خواسته، به شرطی که البته همبستگی داشته باشیم و یه حرف کلیدی رو همه با هم بزنیم، ما رو از این وضعیت نجات خواهد داد. بالاخره از این چاله میایم بیرون. Would you support Israel backed by the United States? آیا شما از حمله اسرائیل با پشتیبانی آمریکا برای انهدام توانایی بمب هسته‌ای ایران حمایت می‌کنید؟ مانیا، من قبلا در مورد این موضوع بارها بحث کردم. برای طرفای اسرائیلی و آمریکایی این بحث تازه‌ای نیست و من همواره گفتم که یکی از عناصر غایب در این معادله که می‌تواند کاملاً بازی را تغییر دهد خود مردم ایران هستند. اینکه مستقیما از دیپلماسی شکست خورده به درگیری نظامی برسیم، در این بین منطقی ترین و عقلانی ترین گزینه نادیده گرفته می شود. دلیل حرفم این است که برخلاف این رژیم که همیشه جنگ طلب بوده و هرگز به دنبال صلح نیست، در مقابل یک ملت و مردمی وجود دارند که خواهان روابط دوستانه و صمیمانه با همسایگان و سایر کشورهای آزاد جهان هستند. چرا این فرصت به مردم ایران داده نمی شود قبل از آن که مجبور به روی آوردن به سناریوهای وخیم‌تر و درگیری شوند؟ و این فرصتی است برای سرنگونی این رژیم به دست خود مردم ایران. چرا که اگر این پنجره فرصت را نادیده بگیریم، در آن صورت شما ناگزیر خواهید بود به آن اقدامات متوسل شوید و ما نمی توانیم واقعیت را نادیده بگیریم که مقابله نظامی نتایج نامشخصی را به همراه خواهد داشت. نمی‌ترسید؟ نگران امنیتتون نیستید؟ آزادی بها داره و من با کمال میل حاضرم بهاشو بپردازم. من هرگز نترسیدم، چون این بهایی است که آگاهانه حاضرم برای آزادی بپردازم. برای اینکه نمیخوام نسل دیگه‌ای از جوانان ایرانی مانند نسل‌های پیشین زیر چرخ‌های بی‌عدالتی له شوند یا از فرصت‌های زندگی محروم بمانند. این نسل با وجود تمام سختی‌ها به این نقطه رسیده و شایسته آینده بهتریه. در سال 1357 ما خودمان رو با کشورهایی مانند سوئیس، سوئد و آمریکا مقایسه می‌کردیم. ما دانشجو به خارج می‌فرستادیم تا تحصیل کنند و برگردن کشور رو بسازن. اما خیلی از اونها درگیر روایت‌های مارکسیستی یا اسلامگرایانه شدند و این یکی از عوامل فاجعه‌ای شد که در ایران رخ داد. آن زمان ما ایران را با سوئیس، سوئد یا آمریکا مقایسه می‌کردیم. چند نفر در آن زمان ایران را با کشورهای اطرافش مقایسه می‌کردند. جایگاه ایران در خاورمیانه کجا بود؟ امروز ما به دبی نگاه می‌کنیم و میگیم چرا ما مثل اونها نیستیم؟ بنابراین به نظرم حالا یک مقایسه هم در جریانه.
اکثر جوانان نسل زد امروز میپرسند چرا ما نباید همون فرصت‌هایی رو داشته باشیم که اونها دارن؟ چرا نباید بتونیم ایران رو توسعه بدیم؟ Do you have people around you, family or close friends or something who will ever say آیا افرادی در اطرافتون، خانواده یا دوستان نزدیکتون هستند که به شما بگن به این سفر نرو، نگرانتیم، باید مراقب امنیتت باشی و شما در جواب بگید نه، من باید این کارو بکنم؟ Well, naturally a lot of people are concerned. In fact, it's not just friends or people close to me. خب طبیعتاً خیلی نگرانن، نه فقط دوستان و نزدیکانم. در واقع حتی مردم عادی هم به هم میگن اول و مهمتر از هر چیزی ما میخواییم شما در امنیت باشی. شما رو برای مسیر طولانی تر لازم داریم. پاسخ من همیشه این بوده که ریسک حساب شده همیشه لازمه. ولی اگر به نقطه‌ای برسه که باید جونمم فدا کنم، آماده‌ام. Calculated risk is always necessary, but don't get it wrong that if it comes to the point that I'm willing to risk my life for this, I will. بزرگترین خیانتی که به مملکتمون میتونیم بکنیم دوستان بی‌تفاوتی است و امیدوارم که بی‌تفاوت نباشه. میخوام بگم به همیهنانم واقعا افتخار میکنم به شما. یه همچی چیزی رو پیش از اینکه از این دنیا برم دیدم و میخواستم بهشون بگم که پایان شب سیاه سفید است، نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد گشت. خدا نگهدار همتون. Thank you.